شیخ الاسلام قدس الله روحه و طیب ثراه در عقیده واسطیه گفتند که و من اصول اهل السنة والجماعة التصدیق بکرامات الاولیاء، از اصول اهل سنت و الجماعت این است که تصدیق کردن کرامات اولیا. کرامات جمعی کرامت یعنی اکرام و احترام، و شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که از اصول اهل سنت و الجماعت این است که تصدیق کردن کرامات اولیا، یعنی راست گفتن، باور کردن به کرامات اولیا. کرامات اولیا چی است؟ کرامات اولیا الله تعالی اولیای خود را احترام میکنه، اکرام میکنه، در دنیا اکرام میکند که این اکرام کردن الله تعالی واقعا برای بندگانش فایده دارد، ایمانش گشته زیاد میشود، محبتش به این دین و دیانت زیاد میشود. و ما یجری الله علی ایدیهم من خوارق العادات، آن کرامات اولیا چی است؟ آن عملهایی که الله تعالی به واسطه دست آنها اجرا میکند، من خوارق العادات، از عادتهای خوارق یعنی عادتهای عادی غیر عادی. چخیل فی انواع العلوم و المکاشفات، یکم قسمش در نوعهای علم ها میشد. اینو اهل علم میفهمد. مثلا الله سبحانه و تعالی اگر بنده ولی الله تعالی شود، 1 ساعت میخواند، بعضی بنده ها 10 ساعت میخواند، چیزی که دریافت نمیکند این بنده الله تعالی دریافت میکنه. یک سخنهایی رو در کتاب مییابد که آبی چشمش میبراید، یک سخنهایی رو مییابد که به خواهش همین خیل زبانش در حق مصنف کتاب دعا میکند و در به الله تعالی شکر میگوید که همین مسئله من چندین وقت میکافتم، الله تعالی برایم آسان کرد. مکاشفات یعنی کشف میشه بعضی مسئله هایی که نمیفهمید، دیگرهای میپرسید اونها هم جوابی دقیق داده نمیتونستن، الله تعالی علم میدهد، فهم میدهد. ولی بنا الله تعالی نزدیکتر است. وقتی که بنده به الله تعالی نزدیک میشد، الله تعالی برای او علم میدهد، من انواع العلوم و المکاشفات، خیلی های علم میدهد، از دیگر علم ها با خبر میکند. مکاشفات بعضی چیزهایی که به دیگر آدم ها معناهایش مخفی هست، الله تعالی میکشاید. این کرامات اولیاء، احترام الله تعالی هستین. و انواع القدرت و تأثیرات، دوم قسمش این فعل است، یعنی قدرت و تأثیر میکند، یعنی اثر میگذارد. کالمأثور عن سالف الامم فی سوره الکهف و غیرها، مانند آنه که از امتهای گذشته برای ما خبرش آمده است با روایت های صحیح، چخیلی که در سوره کهف آمده است و غیر سوره کهف. و عن صدر هذه الامه، این چنین از اول این امت من الصحابه و التابعین و سایر قرون الامه، چخیلی که از صحابه ها کرامات اولیاء صادر شده بود و با حدیث های صحیح اثبات شده از تابعین و غیره از دیگر قرنهای امت اسلام، و هی موجودتون فیها الی قیام الساعه، و کرامات اولیاء تا قیامت هست. بنابراین امام طحاوی هم در اعتقاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و شاگردانشان ابو یوسف محمد بن حسن شیبانی در عقیده واسطی گفتند که و نؤمن بکرامات الاولیاء، و ما یعنی عقیده اهل سنت و الجماعت این است که به کرامات اولیاء ایمان می‌بیاریم.